خوش آمدید ای دوستان به محفل ما، به محفل ما. خوش آمدید ای دوستان به محفل ما، به محفل ما. صفا آوردید بر عزم آشتی، شاد از دل ما، شاد از دل ما.
صفا آوردی و بزم آشتی شاد از دل ما شاد از دل ما خوش آمدین ای دوستان به محفل ما به محفل ما خوش آمدین معلمان به محفل ما به محفل ما خوش آمدین فرزانگان به محفل ما به محفل ما خوش آمدین حریفگان به محفل ما به محفل ما صفا آوردی و بزم آشتی شاد از دل ما شاد از دل ما سلام بینندای عزیز برند میدیا. امروز آمدیم که از روز معلم در مکتب مدبر اینجا برنامه فرهنگی از اینا رو به شما عزیزا به نمایش بگذاریم. امیدواریم که شما عزیزا ما رو در یک قسمت همراهی نمایین. همراه اساتید این مکتب یک سوالاتی هست و مشوره هایی هست درباره روز معلم، درباره برنامه فرهنگی از عزیزا و شما بینندای عزیز لطف نموده ما را همراهی نمایید. بسم الله الرحمن الرحیم. به نام و یاد خدا. روز معلم به تمام معلمان زحمتکش جهان و معلمان افغانستان و به ویژه به معلمان لیسه خصوصی مدبر تبریک و تهنیت باد. شما سوال نمودین که انگیزه شما از معلمی چیست؟ و پاسخ سوال شما آقای سروش عزیز میفرماییم که من هر لحظه که به چشمان دانش آموزای ما نگاه میکنم که چیز را میآموزن، یاد میگیرن، تغییر درشان به وجود میاد، برای من یک عالم انگیزه و امید میبخشه و امیدوار میشم نسبت به آینده کار معلمی و وظیفه معلمی. از اونجایی که دکتر علی شریعتی میفرماید معلمی عشق از شغل نیست، اگر به عنوان شغل مینگری رهایش کن، اگر عشق شماست مبارکت باد. پس هر دانش آموز ما که کارش و کار تعلیم و تربیتش منتج به نتیجه میشه، منتج به دستاورد میشه، واقعا غرور می آفرینه، برای ما افتخار می آفرینه و مایه امید و مباهات برای همه همکاران ما در لیسه خصوصی مدبر میشه. اینمیست که ما انرژی میگیریم و امید میگیریم و من الله توفیق.